برنامه جدید تلویزیونی سیتا قاسمی با لیما امیری در تاجیکستان و اجرای آهنگ جدید سیتا قاسمی با مصطفی عزیزیار. سیتا قاسمی اکنون کجاست و مصروف چی کار باری است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سیتا قاسمی هنرمند خوش صدا، خوش سیما و نه چندان سابقه دار در میان هنرمندان افغانستان است. سیتا قاسمی از سن نوجوانی به کشور آلمان مهاجرت کرده است. سیتا ازدواج ناموفق داشته است و دارای 2 فرزند است. سیتا قاسمی بعد از سال 2008 به طور رسمی کارهای هنری خود را با سرودن آهنگ دوگانه با ولی اجازی آغاز کرد و رفته رفته در میان مردم شهره شد. سیتا قاسمی یگانه هنرمند افغانی است که سبک خاص هنری خود را دارد و هیچ زمانی با هیچ هنرمند دیگری در رقابت نبوده است. سیتا قاسمی اکنون به خاطر کارهای هنری خود به کشور تاجیکستان رفته است و با دعوت تلویزیون جهانی فضا و باربود موزیک خواسته برنامه هم به مناسبت شب یلدا با لیما امیری در تاجیکستان ثبت کند و قرار است در این برنامه تفریحی آهنگ دوگانه با مصطفی عزیزیار، یکی دیگر از مجریان موفق تلویزیون طلوع که اکنون در کشور تاجیکستان است و داماد امیرجان صبوری، یکی از ناماشناترین هنرمندان کشور است، اجرا کند. سیتا قاسمی در کشور جرمنی زندگی می کند ولی به خاطر کارهای هنری خود به کشورهای آسیایی از جمله تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه سفر می داشته باشد، ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی، کامیابی برایشان داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. لایک و کامنت را فراموش نکنید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.